دفتر رو میشناسن میدونن که امروز قراره که راجع به موضوع خیلی مهم صحبت کنیم. راجع به چی؟ راجع به اکسسوریا. توی کامنت ها واسم نوشته بودین که بیشتر راجع به اکسسوریا به همون بگو. منم امروز قراره که از روی این دفتره که همه نکات استایلینگمو توش می‌نویسم بهتون بگم که چجوری از اکسسوریا استفاده کنین که شیک تر باشین. سلام، من فرنکم و تو کانالم راجع به مد و استایل و فشن میگم و اینکه بهتون کمک میکنم که استایل شخصیتون رو لول اپ کنید و بهترش بکنید. پس اگه به این موضوع علاقه دارین حتما پیج منو سابسکرایب کنید. اول از همه ببینیم که اصلا اکسسوری چیه. ببین، اکسسوری به تمام اون تزییناتی میگیم که ما تو استایلمون استفادهش میکنیم. ممکنه کیف باشه، کفش باشه، شال گردن باشه، گوشواره و گردنبند و دستبند و انگشتر باشه. ممکنه که یک زنجیر باشه که به اکسسوریمون اضافه میکنیم، به استایلمون اضافه میکنیم. ممکنه که کمربند باشه. هر چیز کوچولو و تزیینی که به استایلمون اضافه میشه ما بهش میگیم اکسسوری. و خب این اکسسوری‌ها خیلی استایل ما رو خاص‌تر و کامل‌تر میکنن. ولی خب یه سری نکات داره استفاده از اکسسوری‌ها که رعایت کردنشون میتونه استایل تو خیلی بهتر بکنه و رعایت نکردنشون میتونه استایل تو خیلی افتضاح بکنه، یا بیش از حد استفاده کردنشون استایل تو افتضاح میکنه. ولی اگه که بیای درست ازشون استفاده کنی باعث میشه که یک تیشرت و یک شلوارت با استفاده از اون اکسسوری ها، یعنی استایل ساده، تبدیل به یه استایل خاص و شیک بشه. توی این ویدیو من قراره که راجع به اکسسوری ها بهتون بگم و بهتون بگم که چجوری اونا رو با هم دیگه ست کنید و لایه لایه ازشون استفاده بکنید. اصلا این ویدیو رو از دست ندین، چون قراره یه سری نکات بهتون بگم که واقعا هیچ کسی نمیاد بهتون بگه. یه سری نکات دست اول و جدید که واقعا من خودم ندیدم کسی بیاد راجع به این موضوع ها بهتون توضیح بده و انقدر براتون بازش کرده باشه. پس تا آخر این ویدیو رو ببینید، لطفاً لایک کنید این ویدیو رو و برای دوستاتون هم بفرستید. ببین، راجع به اینکه اکسسوری زیاد استفاده کنیم خیلی شنیدیم و توی این مدت، توی چندین سال اخیر هی گفتن که اکسسوری زیاد استفاده نکنید، یا نمیدونم اکسسوری زیاد خیلی تو استایل تو ماچ میشه. ولی اومدم بهتون الان بگم که اصلا به این فکر نکنید، به این اکسسوری زیاد و اینا. یک سری افراد هستن که اکسسوری زیاد اونا رو شیک‌تر میکنه. یک سری افراد هم هستن که اکسسوری زیاد اونا رو خیلی خز و بد استایل میکنه، یعنی اون شیکی استایلشون رو میگیره. مثلا ما توی بازیگرای ترک مثل سرنای ساریکایا یک بازیگریه که اصلا این موقع که اکسسوری زیاد میندازه اصلا تبدیل به یه دختر خیلی جذاب و شیک میشه و من واقعا استایلاشو خیلی دوست دارم. ولی من اگه اندازه اون اکسسوری استفاده کنم انقدر بد میشم، عینو یک لوستری میشم که بهش چیز میزاویزونه و اون به من اصلا نمیاد. شما هم همینطور، شما هم باید اینو تست کنید که آقا موقعی که اکسسوری زیاد میندازین حس شیک بودن و خوشگل بودن و خاص بودن میکنید، یا اینکه اون اکسسوری بهتون یه حس زیاد بودن میده. مثلا من همین الان این اکسسوری‌ها که انداختم، این انگشتر که انداختم، من به صورت معمول اصلا خوشم نمیاد که تو دست و بالم اکسسوری زیاد باشه. کلا خیلی کم پیش میاد که این اکسسوری‌ها رو بندازم و موقعی که میخوام اکسسوری بخرم باید اون اکسسوری توی انگشتام خیلی خوب بشینه، مثلا به عنوان انگشتر. واسه همین من خودم خیلی مدلای زیادی اکسسوری ندارم، چون بهم زیاد حس خوب نمیده. شما هم دقیقاً باید همین کارو بکنید. اون موقعی که اون اکسسوری ها رو میندازین، اگه نسبت به اون اکسسوری یه حسی داشتین که مثلا خوب نیست و اینطوری که زیاده، اصلا نباید اونا رو بگیرین. بعد اکسسوری رو بگیرین که بهتون حس خوب میده. برید بررسی کنید ببینید که شما آیا اون آدمه هستین که زیاد اکسسوری میندازن و احساس اعتماد به نفس و شیکی میکنن، یا اینکه نه. اینجوری میتونید تشخیص بدین که اکسسوری زیاد واسه شما مناسبه یا اینکه اکسسوری کم. همونطور که تو ویدیو قبلی گفتم، شما اون استایل و لوکی که میزنید باید بهتون حس خوب بده و اینطوری باشه که موقعی که میپوشیدشون اینطوری باشید که بگید که آره این خود منم، این منو داره نشون میده. نه اینکه بهتون یه احساس هایی بده که این زیاد خوب نیست یا یه چیزی زیاده. میدونید چی میگم؟ اون حس رو نباید داشته باشین موقعی که میخواین اکسسوری یا لباس انتخاب بکنید. و همیشه اینو بدونید اکسسوری موفقه که اون لحظه بهتون احساس خوب بده، احساس اعتماد به نفس بده. یک قانون دیگه که در موردش باهاتون صحبت کرده بودم تو ویدیوهای قبلی، ولی الان میخوام بیشتر بازش بکنم.
اون قانون اسمش اصل تمرکزه، یعنی شما یک قسمت از استایلتون رو در نظر بگیرید و اون قسمت رو بولد بکنید. و یا اگه که مثلا از اکسسوری های زیادی استفاده میکنید، کلا با اون اکسسوری زیاد اعتماد به نفس میگیرید، دو قسمت بدنتون رو انتخاب بکنید، مثلا دست و گوشتون رو. توی این اصل تمرکز یک چیز دیگه هست، یک نکته دیگه هستش که اونم حتما باید در نظر بگیرید. ما موقعی که یک لوک میزنیم باید جوری باشه که چشم مخاطب توی کل استایل ما بچرخه، که کل استایل ما دیده بشه، یعنی اون شیک بودن رو برسونه. و برای انجام این کار بهتره که شما دو نقطه رو انتخاب کنید که از هم دیگه دورن، مثلا دستتون رو، گوشتون رو، یا دوباره گردنبندتون با انگشتراتون رو با هم دیگه بولد انتخاب بکنید و بقیه اکسسوری ها رو خیلی کم و ظریف انتخاب بکنید. اینجوری باعث میشه که همون اصل تمرکز رعایت بشه، همین که توی کل استایل شما چشم مخاطب بچرخه و هر تیکه از استایلتون یک جذابیتی برای بیننده داشته باشه. بعد توی این موضوع خیلی دقت بکنید که چه اکسسوری هایی رو کنار چه اکسسوری هایی انتخاب میکنید. دو تا اکسسوری بزرگ و بولد رو کنار هم دیگه استفاده نکنید. یک موضوع دیگه ای که این روزا خیلی مورد بحثه و من خیلی میبینم، یه سریا هستن میگن که نباید دو رنگ اکسسوری یعنی طلایی و نقره‌ای رو کنار هم دیگه استفاده بکنید. یک سریا میگن که بعد استفاده بکنید. ولی من میخوام بهتون بگم که کلا دنیای امروزی طرفدار خلاقیته و اینکه دو رنگ با هم دیگه ست بشه اصلا چیز بدی نیست، ولی باید خیلی دقت بکنید که چه جوری در کنار هم دیگه استفاده میشن و بعد اون تعادله بینش رعایت بشه حتما. و اینطوری نباشه که مثلا میزان رنگ طلایی بیشتر از رنگ نقره‌ای باشه یا برعکسش. این تعادله به هم میخوره و اون جذابیت رو دیگه نداره. بعد این تعادلش رعایت بشه، حتی اگه مثلا دستبندهای نقره‌ای طلایی می‌خواید بندازین، به تعداد دستبندهایی که نقره‌ای میندازیم بعد به همون تعداد هم طلایی بندازیم و به خاطر این تعادل رو ایجاد می‌کنیم که این تضاد بینشون درست رعایت بشه و اون جذابیت رو به ما بده. ولی اگر شما به عنوان یک فرد مبتدی هستین و نمیدونین که چجوری اینا رو با هم دیگه ست کنید، بهتر از اکسسوری‌های استفاده بکنید که خودشون ترکیب طلایی و نقره‌ای هستن. و این که یک تمرین دیگه هم واسش وجود داره اینه که بیاین توی یک نقطه، مثلا توی یک دستتون این ترکیب رنگ طلایی رو نقره‌ای رو داشته باشین و بعد که هی رفته پیشرفته تر شدین و به اون داستان دستتون اومد که چی کار بکنین که جذاب تر بشه، توی بقیه قسمت‌های بدنتون هم استفادهش بکنین. مورد دیگه استک کردنه، یعنی چی؟ یعنی که بتونی اکسسوری ها رو لایه تو استایلت استفاده بکنی. مثلا استک کردن دستبند، استک کردن گردنبند باید جوری در کنار هم چیده بشه اون دستبنده که قرار لایه استفاده بکنین که بافت‌های مختلف با عرض‌های مختلف کنار هم دیگه باشه و اون جذابیت رو به مخاطب بده. نه یعنی مثلا تمام دستبندهای درشت رو کنار هم بندازین، یعنی که تمام دستبندهای ریز رو کنار هم دیگه بندازین. اونجوری اون بعده رو از اون استک کردن از اون اکسسوریتون میگیرین و هیچ بعدی نداره اون استک کردنش و این کار باعث میشه که شما یک استایل ساده رو تبدیل بکنید به یه استایل خاص. این استک کردن رو اگه بتونین یاد بگیرین یعنی انقدر چیز خوبی میشه، انقدر استایل خوب میتونین از توش در بیارین و همیشه خاص باشین که نمیتونم بهتون بگم. پس این استک کردن رو حتما تمرین کنید. سعی کنید بافت‌های مختلف و اکسسوری کنار هم دیگه باشه با عرض‌های متفاوت. مثلا بخوایم برای حلقه استک رو انجام بدیم، یعنی برای انگشت‌ها ما این کار رو انجام بدیم، اگه که دستاتون لاغره بهتره که حلقه‌های مینیمال و تعداد بالا رو انتخاب بکنید. اگه دست‌های پهنی دارین بهتره که با ضخامت‌های مختلف انگشتر بازی بکنید. برای دستبندها هم اون قانونی که بهتون گفتم، عرض‌ها و بافت‌ها رو رعایت بکنید و اینکه به عنوان مثلا ما ساعت هامون رو در کنار یک دستبند ظریف میندازیم، با این باعث میشه که هر دو تا آیتم به چشم بیاد. ولی اگه که بیایم یک ساعت رو در کنار یک دستبند پهن بندازیم، هیچ کدوم از آیتما به چشم نمیاد و اینطوری حالت تو ماچ داره، یعنی زیبایی دوتاش گرفته میشه. یک موضوع دیگه هم هست، اینه که اکسسوری ها همشون فقط واسه زیبایی نیستن. بعضی موقع ها ما یک سری اکسسوری داریم که یادگار از کسیه یا از کسی کادو گرفتیم، یعنی که برای ما یادآور روزهای خاصه، یادآور آدمهای خاصه و برای ما یک حالت سمبل داره.
اون اکسسوری ها رو اگر ما بتونیم توی استایلمون داشته باشیم همیشه اون هم یک امضا به سبک استایل شخصی ما اضافه میکنه و بسیار بسیار جذابه. یعنی یک اکسسوری خاص همیشه همراه ما باشه با تمام اون استایلایی که انجام میدیم. من اگه بخوام که یه نکته دیگه هم بهش اضافه کنم که همیشه یادتون باشه، ببین کوکو شنل یه حرفی داره که میگه که آقا موقعی که داری میری از خونه بیرون یه دونه از اکسسوریاتو کم کن. ولی دنیای امروزی میگه چی؟ میگه یه دونه اکسسوری زیاد کن. حالا شما با توجه به تمام این صحبتایی که کردم بعد ببینید که شما در کدوم دسته از آدما هستین، اونایی که اکسسوری زیاد استفاده میکنن یا اکسسوری کم. اگر اکسسوری کم استفاده میکنید بعد حرف کوکو شنل رو گوش بدین. اگر اکسسوری زیاد استفاده میکنید بعد یک اکسسوری دیگه به کل استایلتون اضافه بکنید. امیدوارم این نکات برای استفاده از اکسسوری ها به دردتون خورده باشه و کمکتون بکنه. حتما توی کامنت ها واسم بنویسید هر سوالی دارید راجع به اکسسوری ها. توی ویدیو بعدی بهش میپردازیم و همه رو بهتون توضیح میدم. و حتی اگه که میخواین راجع به این صحبت کنم که هر مدل صورتی چه اکسسوری بندازه و مناسبشه، حتما تو کامنت ها واسم بنویسید که این ویدیو رو براتون بگیرم. یادتون نره که از کانال من حمایت کنین، چون هر چقدر شما از کانال من بیشتر حمایت بکنین من براتون بیشتر ویدیوهای خوب میگیرم و کاربردی که به استایل شخصیتون کمک بکنه. یعنی یه انرژی میشه برای من که کمکتون بکنم و براتون ویدیو بگیرم و این نکاتی که این تو این دفتر هستش و کاملا کمک کننده است برای استایل شخصیتون رو بهتون بگم که هیچ کس تو هیچ دوره‌ای واقعا نمیاد بهتون این نکات رو بگم. من همین دیگه، یادتون نره که ویدیومو لایک کنید و سابسکرایب هم کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.